الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة. رواه البخاري أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت سروران عزیز و بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، پیر و جوان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صحبت این هفته ما ارتباط به فضیلت حرمین شریفین است، فضیلت و جایگاه مکه مکرمه و مدینه منوره است. در هفته گذشته ارتباط به تاریخچه کعبه، ارتباط به جریان ابابیل و ابرهه و حفظ کعبه صحبت نمودیم، چون ماهای حج هست. هر کدام من و شما در هر وقت و زمان قلب ما طرف حرمین شریفین هست، خصوصا در ماهای حج. ماهای حج را هم گفتیم که شوال و ذوالقعده و 10 روز از ذوالحجه 2 ماه و 10 روز می شود ماهای حج. ماهایی که قلوب همه امت اسلامی در هر نقطه از دنیا به طرف مکه مکرمه و به طرف مدینه منوره است. خوشا به حال کسانی که و عزیزانی که عزم و اراده این سفر مبارک دارن و الله سبحانه و تعالی برای همه حجاج ما حج مقبول و مبرور عنایت بفرماید و سرزمین حرمین شریفین را الله نصیب همه من و شما بار خصوصا و بالاخص نصیب او عزیزانی که تا به حال مشرف نشدن الله نصیبشان بگرداند. عزیزان و بزرگواران، اگر بخواهیم که فضیلت مکه مکرمه و مدینه منوره با این 40 دقیقه یا 45 انتهای و 50 دقیقه بیان بکنیم، این معنا اینه که ما یک آب بحر را بگیریم داخل یک کوزه جا بدیم. امکان نداره که یک بحر بیاییم داخل یک کوزه جا بدیم که تمام آب بحر داخل این ظرف جا بشه. پس بناهن وقتی نمیتوانیم بحر را به کوزه جا بدیم، به یک ظرف جا بدیم، خب می شود که قطره و شمه از او بحر گرفته به کام تشنگان بریزانیم. فضیلت مکه مکرمه و مدینه منوره. ابتدا اشاره مختصر به مکه مکرمه داریم. سرزمین مکه مکرمه و شهر مکه مکرمه الله سبحانه و تعالی به بین تمام شهرها شهر مکه مکرمه فضیلت و برتری بخشیده. در روی کره زمین من و شما اماکن مبارک و مقدسی که داریم که از آن جمله مکه مکرمه، مدینه منوره، بیت المقدس، سرزمین شام، الله سبحانه و تعالی به بعضی از زمانها فضیلت خاص داده، به بعضی از مکانها فضیلت خاص داده.
به بین انبیاء علیهم السلام میبینیم که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی پیامبران نسبت به بعضی دیگه فضیلت اینا بیشتره. به اینه که الله سبحانه و تعالی به بین شهرهای دنیا، چقدر شهره، تمام مکه مکرمه به اندازه یک شهر، یک ولایتی که من و شما بر افغانستان میگیم 30 و چند ولایت داریم، و هم یک ولایتیه دیگه، بیشتر نیست که یک مملکت باشه و بالاخره نصف کره زمین رو گرفته باشه. یک شهریه در بین شهرهای دنیا. حالا شما فکر بکنیم هر مملکت چقدر شهر داره. افغانستان که 35 یا 36 ولایت داشته باشه، هر مملکت شما حساب بکنیم شهرهای مختلفش را. اما مدینه منوره و مکه مکرمه اینها هم جز همین شهرها هست، ولی الله به اینها فضائل بخشیده. الله سبحانه و تعالی اینها افضل ترین و بهترین شهرها خطاب کرده و بیان کرده. ما ارتباط به مکه مکرمه، ما به حکومت و نظامها کار نداریم. بعضی شهرهای یا مثلا بعضی انسانها فکر بکنه که ما مکه مکرمه رو به خاطر عربها دوست داریم، ما مدینه منوره رو به خاطر فلان حکومت دوست داریم، مسجد الاقصی رو به خاطر فلان حکومت و فلان بالاخره. نه، چنین نیست. مثل که نماز مربوط به امت اسلامی هست، شعائری از شعائر دین هست، حب مکه مکرمه، حب مدینه منوره، اینها از مسائل دینی هست عزیزان و بزرگواران. مکه مکرمه جز شعائر هست. الله سبحانه و تعالی می فرمایه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، اولین خانه‌ای که الله بنا کرد او در مکه. یکی از نامهای مکه مکرمه چی هست؟ بکه هست، که در قرآن الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیه 96 و 97 بیان میکنه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه. یکی از نامهای مکه چی شد؟ بکه هست. خب مبارکن، این شهر مبارکیه، این شهر جاییه که وهدى للعالمین، این جاییه که الله سبحانه و تعالی از اینجا تمام عالم دعوت میکنه به طرف هدایت. و اینها فی آیات بینات مقام ابراهیم، در این شهر مکه آیاتی هست، نشانه هایی هست که از آن جمله مقام حضرت ابراهیم هست. و من دخله کان آمنا، هر کس داخل مکه شد در امن، در امانه. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، برای الله هست حجی که انجام میدهید کسی که استطاعت داره. حج برای از چیه؟ استطاعت بدنی، استطاعت مالی. حج برای از واجب و لازم و ضروری میشه. حالا کسی که از سرزمین مکه مکرمه، یعنی از مراسم حج، بگه نمیرم به حج نمیرم، میرم به دیگه کشوری، میرم به دیگه بالاخره سرزمینی دیگه، جا چه کار میزنم، پول خود را مصرف میکنم. الله سبحانه و تعالی به این عبارت میگه و من کفر، کسی که کفر بورزه. شما ببینیم چقدر سخت. کسی که پول داره ولی عزم و اراده حج نمیکنه، کسی که سرمایه داره، شرایط برای از او برابره، پولم داره، استطاعتم داره، سفرم برای او آماده هست، همه امکانات. خب حالا امروزه من و شما خیلی از عزیزا پول دارن، خب فرصت برابر نیست، قرعه برابر نیست و بالاخره نوبت نرسیده، خب این مسئولیت نداره. اما کسی که نوبتش هست، پول داره، استطاعت داره، امکانات برای او فراهم هست ولی حج نمیره، الله میفرماید و من کفر فإن الله غنی عن العالمین، الله بی نیازه. تو هستی ای انسان که نیازمندی که میری در مکه مکرمه، در اونجی اعمال تو 100 برابر میشه، اعمال حسنه تو، میری گناهان تو به اونجا ریختنده میشه. رجع که یوم ولدته امه، در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، کسی که به حج میره و از حج برمیگرده مثل که از مادر تولد شده باشه. به اینه که فضیلت مکه مکرمه چگونه هست به طور خلاصه و فشرده چند آیه و حدیث اشاره می کنیم. مکه مکرمه قبله مسلمان ها، به تمام دنیا مسلمان ها وقتی نماز بخوانن رو خور به طرف کجا می گردانن؟ طرف کعبه معظمه. کعبه معظمه کجا هست؟ در داخل مسجد الحرام. مسجد الحرام کجا هست؟ داخل شهر مکه مکرمه هست.
همین لحظه که من و شما نشسته ایم و منتظر نماز میخوانیم، رو به طرف چی؟ طرف کعبه کجا هست؟ مکه مکرمه. به اروپا، به امریکا، به افریقا، به تمام دنیا کسی که بخواه نماز بخوانه فول وجهک شطر المسجد الحرام گفته شده، باید روی خود را کجا؟ طرف مسجد الحرام بگردانه. پس هر روز 5 مرتبه الله میگه روی خود را طرف کعبه کن. یعنی چی؟ یعنی متوجه باش که او سرزمین مبارک است، متوجه باش که او جایگاهیه که عظمت داره، بزرگی داره. هر روز 5 مرتبه با وضو و طهارت جسمی، طهارت قلبی، طهارت بدنی، لباس ما پاک باشه، جای نماز ما پاک باشه، بدن ما پاک باشه، رو به طرف قبله ایستاده بشیم. این عظمت کعبه نشان میده، این بزرگی کعبه نشان میده. هر جا که هستیم در تمام دنیا، در هر نقطه دنیا، مسلمانی که بگه لا اله الا الله محمد رسول الله، وقت نماز باید چه کار بکنه؟ باید روی خود را طرف کعبه معظمه و مشرفه بگردانه. به این عظمت کعبه عزیزان و بزرگواران نشان میده. در مکه مکرمه گفتیم که جاهایی که اونها شعائر دین گفته شده. هفته گذشته اشاره کردیم، گفتیم وقتی وارد مکه مکرمه میشیم یک آیه قرآن، وارد مسجد الحرام میشیم آیه قرآن، طواف میکنیم آیه قرآن، صفا و مروه میریم آیه قرآن، منا میریم، عرفات میریم، مزدلفه میریم آیه قرآن. هر جا قدم میگذاریم آیه قرآن، آیه از آیات کلام پروردگار عالم. پس به اینه که ما مسلمان ها رو متوجه می سازه که این کعبه، این مکه، این مدینه منوره، اینا متعلق به یک حکومت نیست. ما فکر کنیم که در عربستان سعودی پادشاه عربستان سعودی اینها رو تیار کرده و مردم بالاخره، نه، اینا کار پادشاه و فلان ملک و فلان کس نیست. خیلی پادشاه ها بودن، مثل که ابرهه هفته گذشته اشاره کردیم که آمد گفت در یمن چه کار میکنم؟ خانه میسازم که مردم بیان مور طواف کنن. نه، این خانه الله هست. فلیعبدوا رب هذا البیت، که الله میگه پس عبادت کنید صاحب این خانه را. و تمام مساجد دنیا که مسما شده به خانه الله، این مسجد هم خانه الله هست. تمام مساجد گفته میشه خانه الله. به خاطر چی؟ به خاطر که یک ارتباط داره با او خانه. این محراب است. محراب یعنی چی؟ یعنی این دروازه‌ای که رو به طرف مسجد الحرام هست، دروازه‌ای که رو به طرف کعبه هست، دروازه‌ای که رو به طرف سرزمین مکه مکرمه هست. این عظمت و بزرگی این سرزمین را نشان میده. در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، آیات را که گفتیم هفته گذشته هم اشاره کردیم، به چند حدیث از احادیث اشاره میکنیم و بعداً میریم به فضائل مدینه منوره. نبی کریم صلی الله علیه و سلم که حدیث بخاری هست، عبدالله بن زید رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن ان ابراهیم حرم مکه. سیدنا ابراهیم علیه السلام مکه حرم قرار دادن. حرم مکه داریم و حرم مدینه منوره داریم. ما در دنیا 2 تا حرم داریم، حرم مکه مکرمه و حرم مدینه منوره. دیگه ما حرم نداریم در دنیا که فلان جا حرم باشه، حرم فلانی و حرم فلانی و حرم فلانی. نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرمایند ان ابراهیم حرم مکه و دعا لها، حرم قرار داد و مردم را دعوت کرد به در او حرم و اینها. و حرمت المدینه کما حرم ابراهیم مکه، و مهم مدینه منوره حرم قرار دادم چنان که ابراهیم علیه السلام مکه چه کار کردن؟ حرم قرار دادن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند سیدنا ابراهیم در حق مکه دعا کردن، می فرمایند من در حق مدینه دعا کردم. ببینیم عظمت این 2 شهره، عظمت و بزرگی این 2 شهره. سیدنا ابراهیم خلیل الله، نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرمایند مثل ما دعا ابراهیم علیه السلام لمکه. ابراهیم علیه السلام به مکه دعا کردن، برای اهل مکه دعا کردن. نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که من برای اهل مدینه دعا کردم. از جمله فضائل مکه مکرمه، از جمله خصائص و ویژگی های این شهر مبارک،
اینه که در سنن ترمذی و ابن ماجه حدیثی داریم که عبدالله ابن عدی ابن حمرا رضی الله عنه روایت میکنه و میفرمایه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على حظوره، میگه دیدم که نبی کریم صلی الله علیه و سلم در یک منطقه که حظوره یک منطقه هست، در اونجا استاده هستن طرف مکه نگاه میکنن. ببینین عظمت این شهر، بزرگی این شهر، جایگاه این شهر. رسول الله صلی الله علیه و سلم نگاه میکنن و بعد میفرماین والله انك لخير ارض الله و احب ارض الله الى الله. الله اکبر. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میگم قسم به او ذاتی که تو بهترین شهرهای روی زمین هستی، بهترین نقطه روی زمین هستی و احب ارض الله الى الله و محبوب ترین زمین و نقطه زمین به نزد الله هستی. ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، اگر مرا از این شهر بیرون نمی کردن ما خرجت، من بیرون نمی شدم. نبی کریم صلی الله علیه و سلم که از مکه بیرون کردن، مشرکین جمع شدن و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، گفتن این پیامبر را یا حبس کنید یا بندی کنید یا بلا کنید او یقتلوک یا. صلی الله علیه و سلم می فرمایند والله انک لخیر ارض الله و احب ارض الله الى الله ولولا ان اخرجت منک ما خرجت، اگر این مردم مرا از اینجا بیرون نمی کردن از اینجا بیرون نمی شدم. این محبت رسول صلی الله علیه و سلم ارتباط به مکه مکرمه و سرزمین وحی. در حدیث دیگه نبی کریم صلی الله علیه و سلم اجر و ثواب و پاداشی که در مکه مکرمه و مسجد الحرام هست بیان میکنن که سیدنا ابو هریره میفرمایه و عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. متفق علیه. نماز در مسجد الحرام، نماز در مکه مکرمه در جوار کعبه معظمه و مشرفه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم می فرمایند صلاة فی مسجد هذا خیر من 1000 صلاة، یک رکعت نماز یا رسول صلی الله علیه وسلم 1000 نماز. و بعد می فرمایند در مسجد الحرام چگونه هست، ادامه می فرمایند و صلاة فی مسجد الحرام افضل من 100,000 صلاة. یک لحظه برادر مسلمان، خواهر مسلمان، فکر داشته باشیم که خداوند برای اهل مکه و اهل مدینه چقدر نعمت داده. اینهایی که عزم و اراده حج کردن و به حج میرن، الله چقدر برای اینا لطف و مرحمت کرده. امروز جمعه هست، نماز جمعه در مدینه منوره هم خوانده میشه، در مکه مکرمه هم. در تمام دنیا غیر از مسجد الحرام و مسجد النبوی صلی الله علیه وسلم و مسجد الاقصی، دیگه تمام دنیا نمازهای جمعهشان برابر. در هر جایی که نماز جمعه خوانده میشه همه علی ثواب داره، همه بالاخره یک نماز جمعه خوانده میشه. الا به افراد و اشخاص باز فرق میکنه، افرادی که به اخلاص تر میرن، افرادی که به نیت خدایی و للهی تر میرن، خب اجر و پاداش اینا. اونهایی که به نماز جمعه به اول وقت میرن، اونهایی که دیوم میرن، سوم میرن، خب اینا در احادیث آمده در شرح و تشریح. اما میمونه نفس صلات، نفس نماز، خود نماز. همین لحظه به مسجد الحرام که نماز میخونن، ما اینجا میخونیم یک جمعه در نامه اعمال ما نوشته میشه، یک جمعه. 10 جمعه که بخوانیم 10 جمعه نوشته میشه. هر جمعه‌ای که به مسجد الحرام نماز خوانده میشه، امروز در مسجد الحرام که نماز میخوانن یک جمعه نا 100,000 جمعه نوشته میشه. 100,000. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند و صلاة فی مسجد الحرام چقدر افضل من 100,000 صلاة فیما سوا. بعضی از برادرها شنیده میشه میگن امسال حجم گرون شده. درسته، کسی که چیزی نداشته باشه خود 10 روپیه هم خیلیه دیگه. اگر کسی هم پول یک نانر نداشته باشه خیلی هست یا نیست؟ خب خیلیه دیگه. کسی که چیزی نداشته باشه خود 10 روپیه هم خیلیه. اما به کسی که داره، اگر امروز ما قریب به 4 لک افغانی پول حج رو میسنجیم، اگر کسی داشته باشه میگه کل سرمایه خور میدم فقط یک نماز در مسجد الحرام بخوانم.
یک نماز در مسجد رسول صلی الله علیه و سلم بخوان. به اینه که در مسجد النبوی چنده؟ یک جمعه که اینجا ما بخوانیم یک جمعه، در مسجد النبوی باز 1000 جمعه. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند، حدیثی که قبلا اشاره شد و روایت شد، صلاة فی مسجدی هذا خیر من 1000 صلاة فی ما سوا. 1000 نماز. در یک روایت دیگه گرچه ضعیفتر 50000 آمده. مسجد الاقصی 500 نماز، یک نماز در مسجد الحرام 100,000، در مسجد النبوی 1000 نماز، در مسجد الاقصی 500 نماز. اینا لطف الهی هست، فضل الهی هست، مرحمت الله سبحانه و تعالی هست. حرمت و کرام مکه مکرمه عزیزان و بزرگواران، گفتیم صریح میگذاریم قطره و شمه از این دریای بیکران و فضائل این شهرهای مبارکی که مکه مکرمه و مدینه منوره هست بیان میکنیم. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میفرمایند که نبی کریم صلی الله علیه و سلم در روز فتح مکه چنین فرمودند: فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض. فتح مکه که شد، نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمودند که این شهریه که الله سبحانه و تعالی حرمت این را چی وقت گذاشته؟ از روز خلقت آسمان و زمین. الله همی آسمان و زمین که خلق کرد گفت این سرزمین حرم هست، این حرمت داره، جایگاه داره. فقط او را که تازگی بخشید سیدنا ابراهیم علیه السلام، مگر قبل از ابراهیم اونجا کعبه نبوده؟ بله بوده. هفته گذشته اشاره کردیم که کعبه حتی قبل از خلقت آدم علیه السلام بوده. نبی کریم صلی الله علیه فرمایند: فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ای حرمت و ای عظمت و ای بزرگی کعبه و مکه و اینها تا کیه؟ تا به روز قیامت هست، الى یوم القیامه. و انه لم يحل القتال، در اونجا جواز نداره، حلال نیست جنگ و اینها، فیه لأحد قبلی ولم يحل لی الا ساعة من نهار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم میفرمایند قبل از من اجازه نبود، بعد از من هم اجازه نیه، مگر یک ساعت الله برای من اجازه داد که در اونجا فقط در فتح مکه و اینها صورت گرفته. رسول الله میفرمایند ولم يحل لی الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده. کسی حق نداره در سرزمین حرم حتی گیاهای حرم را از بین ببره. کسی حق نداره در اونجا صید و شکار و اینها را، حتی شکار که خیر، شکار حق نداری رم بدی. در سرزمین حرم حتی حق نداری دنبال کفتری که به اونجا هست او را رم بدی و پرواز بدی. و بعدن میفرمایند ولا یلتقط لقطته، چیزی که در اونجا گم شده پیدا میکنی حق نداری او را برداری، الا من عرفها، این که مگر او را بالآخره اعلان بکنی و به همون جایی که مخصوص هست ببری بگذاری و به اینها. ولا یختلا خلا، حتی به همون خس و خاشاکی هم کار نداری. حق نداری درخت مکه بشکنی، حق نداری برگ از اون بالاخره بیجا کنی، حق نداری تمام چیزی که در حرم هست، الا که مگر نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوال کردن که یا رسول الله این خار و خاشاکی که میآید ما را اذیت میکنه، گفتن اگر چیزی که شما را اذیت کرد میتوانید او را سر را برداری، در غیر از او حق نداری. چون سرزمین چیه؟ و من دخل کان آمنا، در امن همه چیز، تمام مخلوق پروردگار عالم در مکه مکرمه در امن و در امان. کی حدیث بخاری هست که نبی کریم صلی الله علیه و سلم بیان کردن در مکه مکرمه عزیزان و بزرگواران ارتکاب گناه جزای چی داره؟ گناه در هر جا زشته، زشتر از او در مکه هست. ظلم به هر جا بده، بدتر از او در مکه هست. گناه و معصیت در هر جا قبیحه و قبیحتر در مکه مکرمه. الله سبحانه و تعالی می فرمایه ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. او کسانی که کفر ورزیدن و از راه خدا و مسجد الحرام مردم را باز داشتن، در شان مشرکین هست.
مشرکینی که جلو مسلمان ها رو گرفتن، مسلمان ها رو اجازه ندادن و به مسلمان ها ظلم و ستم کردن، الله سبحانه و تعالی میگه این مردمی که در اونجا ساکنن، مردمی که از بیرون میآین، هر کس در اونجا اگر گناه کنه چگونه؟ و من یورد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب علیم. حتی بعضی از علما بیان میکنن که در مکه مکرمه اراده گناه هم گناه است. در اینجا بیرون از سرزمین حرم این قول بعضی هست، قول بعضی از علما، چون در اینجا دلیل از همین میگیرن و من یورد، کسی که اراده گناه، ولی قول صحیح اینه که کسی که مرتکب گناه بشه. قول علمایی که حتی در اونجا کسی نیت گناه بکنه گناه هست، اما بیرون از سرزمین حرم کسی نیت گناه بکنه گناه نیست. حتی اگر کسی نیت گناه کرد، او گناه را انجام نداد، از ترس الله برای از اجر و حسنه و پاداش میده. به این عزیزان و بزرگواران که در سرزمین مکه مکرمه گناه چگونه هست؟ گناه در هر جا بده در اونجا بدتر، در هر جا زشته در اونجا زشتر. به اینه که الله سبحانه و تعالی میفرماید الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. در حج میری متوجه زبان خود باش، متوجه گفتار خود باش، متوجه کردار خود باش، متوجه رفیق خود باش، متوجه زبان خود باش، متوجه باشی که کسر به دست خود، به زبان خود و بالآخره آزار و اذیت نکنی، چون آزار و اذیت، ظلم و تعدی در هر جا بد و زشته، در سرزمین حرم بیشتر و بیشترتر. به این عزیزان و بزرگواران به یکی دو حدیث دیگه هم اشاره میکنیم، به بحث مکه مکرمه خاتمه میدیم، میریم به فضائل مدینه منوره. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند، حدیثی که حضرت عیاش ابن ابی ربیعه مخزومی روایت میکنه، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تزال هذه الامه بخیر. این امت همیشه به خیر هست، همیشه به خوبی هست، همیشه به سرفرازی و سربلندی هست. تا چی وقت؟ ما عظموا هذه الحرمه، تا زمانی که حرمت کعبه را داشته باشه، تا زمانی که حرمت مکه را داشته باشه، تا زمانی که حرمت و عظمت و بزرگی و سرزمین را بدانه. در چیه؟ در خیره. حق تعظیمها فاذا ضیعوا ذلك هلكوا، که این حدیث سنن ابن ماجه روایت میکنه. هر زمانی که عظمت کعبه، بزرگی کعبه، بزرگی مکه مکرمه، اگر خدای نخواسته اینها ضایع شد، حرمت کعبه شکسته شد، الله سبحانه و تعالی این امت را العیاذ بالله هلاک میکنه، این امت را از بین میبره. تا زمانی که کعبه عظمت داشته باشه، بزرگی داشته باشه و حب کعبه و مکه در دل امت اسلامی باشه، امت اسلامی همیشه در خیره، همیشه در فوزه، همیشه در فلاح و رستگاری هست. به همینه که مراسم حج خار مغیلانیه در چشم دشمنان اسلام. چقدر به همین یکی دو ساله که به نام کرونا الله سبحانه و تعالی دیگه این مرض بین امت اسلامی و بین جامعه انسانی الله دیگه نیاره، چقدر سخت بود. تمام سختی ها یک طرف، وقتی که مراسم حج نبود قلب انسان به درد میآمد. کنار کعبه میدیدی کسی نیست. از زمان آدم علیه السلام تا به همین قرن من و شما کنار کعبه خلوت نشده بوده که به طی این یکی دو سال خلوت شد، که به فضل الله و لطف الله، مرحمت الله سبحانه و تعالی این مرض را برداشته و امروز پس بار دیگر پروانه‌وار عاشقان کعبه گرد کعبه معظمه و مشرفه میچرخند. لطف الله است، مرحمت الله است. به اینه که این عظمت کعبه تا زمانی که در دل امت باشه، در دل امت باشه، این امت هلاک نمیشه. احادیث عزیزان و بزرگواران، ارتباط به فضیلت کعبه، ارتباط به فضیلت مکه مکرمه، ارتباط به فضیلت شعائری که در این سرزمین هست، آیات و احادیث زیاده. حالا سیر میکنیم، میریم طرف مدینه منوره، طرف سرزمین دوست. حالا همه ما احساس بکنیم مراسم حج را ادا کردیم، کعبه بودیم، طواف کردیم، رفتیم صفا، مروه، رفتیم منا، عرفات، مزدلفه، آمدیم طواف وداع کردیم. حالا میریم طرف مدینه منوره، سرزمین دوست، دارالهجره،
میریم طرف شهر رسول صلی الله علیه و سلم، مدینه منوره. عزیزان و بزرگواران، مدینه است. شهر مدینه منوره شهریه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب اسرا و معراج در اونجا وقتی که میرفتن در مسیر راه، یک جای جبرائیل علیه السلام توقف میکنه، اونجا را به رسول الله نشان میده. رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان میکنن اینجا کجا هست؟ میگه اینجا دارالهجره تو هست، جایی که الله به تو انتخاب کرده، جایی که میای اینجا هجرت میکنی، در اینجا زندگی میکنی، در اینجا مسکن میکنی و در اینجا حیات و ممات تو در اینجا هست. به این عزیزان و بزرگواران، مدینه منوره باز هم میگیم شمه و قطره اشاره میکنیم از مدینه منوره. قبل از این که بریم به سراغ فضائل مدینه منوره، چی خوبه که یک زمزمه داشته باشیم ارتباط به مدینه منوره، شهر رسول صلی الله علیه و سلم، شهری که تمام شعرا، عرفا، ادبا از صدر اسلام تا به امروز در وصف این شهر شعر گفتن، در اوصاف این شهر اشعار سرودن. چقدر عاشقانی که به این شهر نرفته و از دنیا رفتن، چقدر دلباختگانی که عشق او سرزمین در دل داشته و او عشق در گور با خود برده، و چقدر دلباختگان رفتن و او سرزمین را دیدن و مثل که انسان تشنه‌ای که از او آب شرب بنوشه و تشنه‌تر بشه، هر کس مدینه رفته عاشقتر شده و عاشقتر برگشته و قلبش و روح و روانش طرف مدینه منوره هست. مدینه هست عزیزان من. شهر رسول صلی الله علیه و سلم جایگاهی که در اونجا بعداً اوصافش را، فضائلش را، جایگاهش را به طور خلاصه و فشرده بیان میکنیم. بار الها پروردگارا صدای ما را و ندای ما را و زمزمه ما را و درود و سلام ما را به روضه مطهر نبی کریم صلی الله علیه و سلم برسان. بر روح محمد و آل و اصحاب محمد صلوات. ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، جاروب کنم کوچه و بازار مدینه، جاروب کنم کوچه و بازار مدینه. خیر است اگر سیم و زری در کف من نیست، خیر است اگر سیم و زری در کف من نیست، جان و دل خود را کنم ایثار مدینه، جان و دل خود را کنم ایثار مدینه. ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، جاروب کنم کوچه و بازار مدینه، جاروب کنم کوچه و بازار مدینه. از دور درود و صلواتی بفرستم، از دور درود و صلواتی بفرستم، چون شخصیتم نیست سزاوار مدینه، چون شخصیتم نیست سزاوار مدینه. ای آن که روانیت سوی یثرب و بطحا، ای آن که روانیت سوی یثرب و بطحا، عرضم برسانید به سردار مدینه، عرضم برسانید به سردار مدینه. ای کاش
کاش که بینم در و دیوار مدینه، ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، جاروب کنم کوچه و بازار مدینه، جاروب کنم کوچه و بازار مدینه، گردیده چو آرام گهی سروار عالم، گردیده چو آرام گهی سرور عالم، آن هم بود از طالع بیدار مدینه، آن هم بود از طالع بیدار مدینه، در موقع هجرت، در موقع هجرت چی کمک ها که نمودن، در موقع هجرت چی کمک ها که نمودن، بادا سر من صدقه انصار مدینه، بادا سر من صدقه انصار مدینه، ای کاش که بینم، ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، جاروب کنم کوچه و بازار مدینه، جاروب کنم کوچه و بازار مدینه، زیر شجر طوبا نشین نتوان یافت، زیر شجر طوبا نشینی نتوان یافت، آسودگی سایه اشجار مدینه، آسودگی سایه اشجار مدینه، ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، جاروب کنم کوچه و بازار مدینه، جاروب کنم کوچه و بازار مدینه، صدیق اول نمره بود در صف یاران، صدیق اول نمره بود در صف یاران، دوم عمر عادل و غمخوار مدینه، آن کان حیایار سوم جامع قرآن، آن کان حیایار سوم جامع قرآن، چارم اسدالله است علمدار مدینه، چارم اسدالله است علمدار مدینه، یادی حسنین چو ضرور است در اینجا، یادی حسنین هم چو ضرور است در اینجا، باشند گل دسته گلزار مدینه، باشند گل دسته گلزار مدینه، ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، ای کاش که بینم در و دیوار مدینه، جاروب کنم کوچه و بازار مدینه، جاروب کنم کوچه و بازار مدینه، خیر است اگر سیم و زر در کف ما نیست، خیر است اگر سیم و زر در کف ما نیست، جان و دل خود را کنم ایثار مدینه، جان و دل خود را کنم ایثار مدینه، جان و دل خود را کنم ایثار مدینه.
کی هست که عاشق مدینه نباشه؟ کی هست که دلش طرف مدینه پرپر نکنه؟ کیست؟ همه ما عشق مدینه در دل هست. شهر زیبای رسول صلی الله علیه و سلم. عاشقان رسول صلی الله علیه و سلم در دنیا زیادن عزیزان. خیلی کسانیه که تا به حال مدینه رو ندیدن، خیلی کسانی، ولی عشقش، محبتش، سوزش، تمام وجودش. امام مالک رحمه الله که امام دارالهجره معروفن، مشهورن، هر وقت وارد مدینه منوره میشن الاغ خود را، همان خر خود را، همان وسیله سواری خود را داخل حرم داخل نمیکنن که مبادا بی حرمتی بشه، مبادا بی تنایی بشه، بیرون از حرم او را بسته میکنن. خواجه انصار قدس الله سره العزیز وقتی به مدینه منوره میرسن تا 40 روز در کوههای مدینه از رسول صلی الله علیه و سلم اجازه میطلبن که اجازه هست که ما داخل شیم. بعد از 40 روز خواجه انصار میگه این غریبک در سر کوی تو مرد، خواجه انصار از غم روی تو مرد، کی جمالت می نمایی این نشانی را بگو، چه وقت اجازه میدی که من وارد بشم؟ مولانا عبدالرحمن جامی بعد از عشق و سوز و گداز وقتی وارد مدینه منوره میشن به حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم، 100 سلام مولانا عبدالرحمن جامی، 100 سلام میگه، السلام ای صاحب خلق عظیم، بالآخره 100 سلامی که داره. بعد میگه 100 سلام از ما و از تو یک علیک. یا رسول الله 100 سلام دادم یک جواب نیامد. به اینه که نبی کریم صلی الله علیه وسلم میگه و علیکم السلام. چی میخواهی دیگه ای بلبل امت؟ مدینه هست عزیزان ما. وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم از دنیا تشریف بردن، بلال دیگه گفت من در مدینه دیگه نمیتونم استاد شد. جایی که دیگه رسول الله نبینم، بلال دیگه حرکت کرد، رفت به طرف شام، در سرزمین شام و اینها رفت، در جهاد و مبارزه و اینها. سیدنا ابوبکر صدیق اجازه میگیره، میایه میگه که یا خلیفه رسول الله، آیا من را به خاطر الله آزاد کردی یا به خاطر خود؟ میگه نه به خاطر الله آزاد کردم. میگه مرا بگذار من میرم طرف جهاد، میرم دیگه مدینه استاد شده نمیتوانم. بعد از چند سال بلال رسول الله را به خواب میبینه که رسول الله میگن بلال چرا به زیارت ما نمیایی؟ بلالی که کسی با او قضا نمیخورد، بلالی که هر روز شکنجه میشد، بلال سیاه حبشی. رسول الله میگه بلال بیا به زیارت ما چرا نمیایی؟ خوشا به حال تو کسی که امسال عازم سرزمین حرمین شریفین هستی. دعا کن به حق همه امت، دعا کن، خصوصا دعا کن به او عزیزانی که تا به حال به این سرزمین مشرف نشدن. سیدنا بلال میآید، از خواب بیدار میشه، حرکت میکنه، میآید مدینه منوره، حسن و حسین را میبینه، صحابه را میبینه و بعد از بلال خواهش میکنن که بلال یک اذان بده، یک اذان. سیدنا بلال بلند میشه، بلند اون جای مناره‌ای که قرار داره شروع میکنه به اشهد ان لا اله الا الله. تمام مردم مدینه زن و مرد صدای بلال رو میشنون، چون مردم به صدای بلال آشنا بودن. صدای بلال که بلند میشد دیدار رسول الله هم بود. مردم فکر میکنن رسول الله زنده شدن، رسول الله در حیاتن. زن و مرد و میریزن به کوچه ها و طرف مسجد النبوی که صدای بلال هست. بلال وقتی به اشهد ان محمد رسول الله میرسه بیهوش میشه. عشق بلال و عشق بلال هست که بلال به حالت میرسانه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن بلال چرا به زیارت ما نمیایی؟ یا الله زیارت حرمین شریفین خصوصا مسجد النبوی را نصیب همه عزیزان بگردن، خصوصا او عزیزانی که نرفتن، او عزیزانی که ندیدن، اونهایی که عاشق و دلباخته مدینه منوره هستند. عزیزان من، اونهایی که شما به مدینه نرفتید،
اونهایی که شما به زیارت رسول الله تا به حال مشرف نشدید، الله مشرف بگردانه. ولی هیچ کدام ما ناامید نباشیم. وقتی که انسان مؤمن و مسلمان رو در قبر میگذارن چند سوال میشه. یکی از سوالها اینه که من ربک، ما دینک، من نبیک. از اینها که خلاص میشه، در حدیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند اینجا پرده برداشته میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در اونجا نشان میدن ارتباط به این شخص چی میگی؟ او عاشقی که دلباخته مدینه هست چی حال داره داخل قبر که وقتی رسول الله را ببینه؟ کسی که میگه من عاشق خاک شهرش بودم، عاشق این بودم که خاک مدینه را بردارم سرمه چشمان خود بسازم، الان من دیدار رسول الله را میبینم. به این عزیزان من، پروردگار عالم زیارت حرمین شریفین و زیارت مسجد النبوی را نصیب همه ما بگردانه و در آخرت الله ما را از شفاعت سرور سالار انبیا محروم نگردانه. عزیزان من، فضائل مدینه منوره به طور خلاصه و فشرده اینه که سیدنا ابو هریره روایت میکنه، حدیث مسلم هست، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند در بین خانه من و منبر من قطعی از بهشت هست. اینجا منبر رسول الله هست، اینجا خانه رسول الله هست. بین منبر و خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم چیه؟ قطعی از بهشت، روضة من ریاض الجنه هست، روضة من ریاض الجنه هست. علما بیان میکنن میگن جایی که جسد نازنین رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشته، همان خاکی که بر جسد نازنین اصابت داره و رسیده هست، او خاک از عرش پروردگار عالم هم با ارزش داره. او جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم، عظمت رسول الله صلی الله علیه و سلم. میفرمایند حدیث دیگر که حدیث مسلم باز هم انس ابن مالک روایت میکنه، نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند اللهم اجعل بالمدینه ضعفی ما بمکه من البرکه. پروردگارا به دعای ابراهیم مکه را با برکت کردی، به دعای من مدینه را 2 برابر با برکت بگردان. این دعای رسول الله در حق مدینه، اهل مدینه، ساع مدینه، مد مدینه، ترازوی مدینه، همه اینها عزیزان و بزرگواران. گفتیم که ما فقط از این دریا قطره و شمه در کام تشنگان میندازیم، مگر نمیشه شهری که الله وصفش را کرده، رسول الله وصفش را کرده، ما بیاییم به این چند دقیقه بیان بکنیم. در حدیث دیگر ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میفرمایند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اللهم حبب الینا المدینه کما حببت الینا مکه او اشده. خدایا مثل که محبت مکه را در دل ما ایجاد کردی، محبت مدینه را بیشتر و بیشتر ایجاد بکن. و بعد میفرمایند وانقل حماها الى الجحفه. پروردگار اون خباثت ها و بالاخره اشیای زشت و ناروایی که از اونها را بنده به منطقه جحفه. منطقه هست که در اونجا وقتی که دجال میآیه کل دنیا را میگرده، میخواه وارد مکه بشه داخل شده نمیتوانه، میخواه وارد مدینه بشه باز هم داخل شده نمیتونه. اطراف مدینه را ملائکه میگیرن، استاده میشن، دجال را اجازه نمیدن. دجال در منطقه جحفه در اونجا خیمه خود را پایین میکنه و در اونجا دهلی که داره مینوازه، هر خبز و خباست و بالاخره هر پلیتی که داخل مدینه باشه بیرون میشه و به دام چی میفته؟ و به دام دجال و اینها. اهل مدینه سالم میمانه، اهل توحید سالم میمانه، اهل ایمان سالم میمانن و در مدینه منوره. در حدیث دیگر سیدنا ابو هریره که حدیث بخاری هست، نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان الایمان لیعرض الى المدینه کما تعرض الحیه الى جحرها او کما قال. مدینه چنین شهریه که مثل که مار در اول روز از خانه خود بیرون میشه، هر جا را میگرده، در اخیر روز پس به خانه خود بر میگرده. ایمان از مدینه بیرون شده به تمام دنیا
و زمانی هم میآیه که اگر ایمان از تمام دنیا رخت سفر ببنده پس برمیگرده ایمان و اهل ایمان داخل مدینه هست. عزیزان و بزرگواران، مدینه منوره فضائل داره که باز هم حدیث مسلم سنن ترمذی روایت میکنه. سیدنا ابو هریره میفرمایند کسی که رسول الله فرمودن لا يصبر على لأواء المدینه و شدتها احد الا كنت له شفیعا او شهیدا یوم القیامه. کسی که به سختی های مدینه صبر میکنه، کسی که به مشکلات مدینه صبر میکنه، کسی که به آب و هوای گرم مدینه تحمل میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند پاداش از اینه که روز قیامت من برای او شفیع شدم، من او را شفاعت میکنم، او از زمره شهدا محسوب میشه. احادیث زیاد است عزیزان و بزرگواران. حدیث دیگری که باز هم سنن ترمذی روایت میکنه، نبی کریم صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن عمر میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من استطاع ان يموت بالمدینه فلیمت بها فإني اشفع لمن يموت بها او کما قال. کسی که میتوانه در مدینه بمیره، یعنی مرگ در مدینه منوره فضیلت داره. عزیزان من، مدینه چگونه شهریه؟ شهر زیبای رسول صلی الله علیه و سلم. در سختی‌هایش تحمل کن، شفاعت رسول الله. در سختی‌هایش تحمل کن. اگر در مدینه منوره مرگ نصیب شد، نبی کریم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند در روز قیامت من شفیع این میشم. این حدیث چی میرسانه؟ که رسول الله می‌فرمایند من استطاع ان يموت بالمدینه فلیمت بها. یعنی اگر مرگ به اختیار ما می بود، مرگ به اختیار ما نیست، اگر مرگ به اختیار ما می بود کجا رو انتخاب میکردیم که بمیریم؟ میگفتیم در مدینه بمیریم، در بقیع دفن بشیم، در جایی که بیش از 10,000 صحابه در اونجا دفن بشیم. اولین کسانی که مورد شفاعت رسول الله قرار میگیرن اهل مدینه هستند. عزیزان و بزرگواران، خصوصا اهل بقیع و اینها ارتباط به فضیلت مدینه منوره اگر بیاییم بگوییم، در مدینه منوره مسجد النبوی هست، در مدینه منوره مرقد مطهر نبی کریم صلی الله علیه و سلم هست، در مدینه منوره ریاض الجنه هست، در مدینه منوره جبلیه، کوهیه. کوههای مدینه، از آن جمله احد میدانیم چگونه کوهیه؟ جبل احد جبلیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی با سیدنا ابوبکر صدیق و با سیدنا عمر و با عثمان وقتی که بلند شدن بالای کوه، جبل احد به لرزه در می آید، تکان میخوره. رسول الله میگن اسکت، ساکت شو، نمیدانی بالای تو یک نبیه، 2 شهیده و 1 صدیقه؟ نمیدانی اونجا بود که رسول الله مجده شهادت به سیدنا عمر دادن، مجده شهادت به سیدنا عثمان دادن. کو آرام میشه و بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم میفرمایند هذا جبل احد یحبنا و نحبه. الله اکبر. این کویه که این ما را دوست داره و ما ای را دوست داریم. استون حنانه داستانی رو شنیدیم، طولانیه، یک چوبیه، تنه درختیه، میگذارن داخل مسجد، رسول الله بالایش میشینن خطبه میدن. بعد از چند وقتی که میگذره مشوره به این میشه که این تنه درخت برداریم و بالاخره چه کار کنیم؟ منبر بسازیم. از سنگ و چوب و بالاخره منبر آوردن ساختن. این تنه بر میدارن میبرن کنج مسجد، یک گوشه میگذارن. رسول الله میآین بالای منبر میشینن که خطبه بدن. یک بار صدای گریه بلند میشه، صدا ناله بلند میشه. این ناله از کجا هست؟ سعی میکنن که استون حنانه گریه میکنه. یا رسول الله در فراق شما من چگونه تحمل بکنم؟ مولانا یروم در مثنوی معنوی میگه این استون حنانه را گرفتن، رسول الله دست در بالای گذاشتن، آرام شد و بعد بالاخره گفتن ای را به یک پارچه بپیچانید، در بقیع دفن کنید. این از جمله و زمره درختان کجا میشه؟ درختان بهشت میشه. چوب در فراق رسول الله میناله، کوه در فراق رسول الله تکان میخوره، کوه در جای میرسه که رسول الله میگن جبل احد یحبنا و نحبه، این ما را دوست داره و ما ای را دوست داریم. امت رسول الله نباید بناله؟
روز قیامت احد ارزش داشته باشه، استون حنانه ارزش داشته باشه، روز قیامت این جمادات و سنگهایی که به دست رسول الله به زبان درآمد اینها ارزش داشته باشه. امت در روز قیامت ارزش نداشته باشه، خیلی جای تأسف. دلا بسوز که سوز دلت کارها بکن، این دل پر از عشق محبت رسول الله بگرده. محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در این دل چنان جاه بده که داخل قبر با خود حب رسول الله را ببر، سرای محشر حب رسول الله را با خود ببر. در بهشتم که داخل شدی به جستجوی رسول الله باش. رسول الله در جستجوی تو بودن در دنیا، رسول الله در غم تو بودن در دنیا، رسول الله از غم من و تو گریه کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم مخیر گذاشته شدن بین پدر و مادر و امت. رسول الله صلی الله علیه و سلم این امت بی وفا را انتخاب کردن، این امتی که امروز مود خود را از غرب میگیره، این امتی که فرهنگ خود را از سکولار میگیره، این امتی که امروز حجاب خود را از هندونیزم میگیره. یا رسول الله قربان عشقهای تو شوم که به خاطر این امت بی وفا گریه کردی، به خاطر این امتی که از دین تو و از سنت تو دفاع نمی کنه تو گریه کردی، تو ناله کردی، تو زاری کردی، تو سنگها در احد به دندان تو خورد، روح تو مجروح شد، خون از بدن تو جاری شد. یا رسول الله ما را تو ببخش، نتوانستیم به تو درست امتی کنیم. سینه ها پر از بغض، پر از عداوت، پر از دشمنی، پر از کینه. شیشه خانه ما مشکل رنج میبریم، سنت تو مشکل کرنج ابرو نمیشه. فرزند ما ده ها و صدها سنت شکسته او تنبیه نمی کنیم، اگر کوچکترین ظرف در خانه شکست تنبیه میشه. یا رسول الله ما را تو ببخش، یا نگردان از این بی وفای دیزان، بی وفای این امت کجا هست؟ مسلمان امیر نمی، امروز مسلمان نظام اسلامی خواهد، مسلمان نمیگیم مسلمان، مسلمان میشه به اسلامی شد توهین و تحقیر و بیان. ما هستیم در کشیدن، مشکل تحمل کردن. ما امت هستیم که رسول نیمه های شدن گردن باشه که طرف رسول الله نگاه بکن. همین قدر بس است که رسول الله بگه همه چیز پیش تو ارزش داشت، سنت ارزش نداشت. همه چیز، خانه، زندگی، موتر، زن، فرزند، همه پیش تو ارزش داشت ولی سنت ارزش نداشت. سنت ما این قدر بی ارزش شده بود، همه چیز رو میفهمیدی قبول کردی ولی سنت ما قبول نکردی. به این عزیزان این بود به طور خلاصه و فشرده ارتباط به حرمین شریفین، مدینه منوره، سید الشهدا، زیارت سید الشهدا حضرت حمزه. از کجای مدینه بگیم؟ از کجای مدینه؟ علما و بزرگان میفرمایند کسی حق نداره به آب و هوای مدینه عیب بگیره، کسی حق نداره به اهل مدینه عیب بگیره، کسی اهل مدینه را آزار بده. الله سبحانه و تعالی ملائکه‌اش تمام انس و جن او لعنت کرده. در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی اهل مدینه را بترسانه، رسول الله میفرمایند از اون نماز فرض و نفل از او قبول نمیشه. این جایگاه مدینه هست، عظمت مدینه هست، بزرگی مدینه هست. پروردگارا زیارت مدینه منوره، زیارت مکه مکرمه، حرمین شریفین نصیب همه ما بده. ای بار اله پروردگارا ما درست بی‌وفایی کردیم، سنت رسول الله ترک کردیم. پروردگارا تو ما را ببخش. پروردگارا از این اعمال ما رسول الله واقف نیستن. یا الله پروردگارا از تو میخوایم، تو کریمی، تو رحیمی، تو ذاتی که از پدر و مادر مهربان تری. رسول الله از این اعمال ما واقف نگردن.
رسول الله که رحمت للعالمین، سردار دو جهان، محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، شفیع المذنبین. تمام انبیا روز قیامت بلند میشن، همه وا نفسی میگن، رسول الله وا امتی میگن، وا امتی میگن. رسول الله در بهشت قرار دارن، به رسول الله خبر میرسه که از امت شما در دوزخ میسوزه. رسول الله میان سر زیر سایه عرش میگذارن، چنان حمد الله را میگن که از ابتدای دنیا تا انتهای دنیا کسی چنین حمدی نگفته. به اینه که الله میگه سر بلند کن یا محمد، ولسوف یعطیک ربک فترضی. رسول الله میگه یا الله تو به من وعده کرده بودی، به تو اینقدر میدم تا تو راضی بشی. اگر یک امت ما در جهنم باشه من راضی نمیشم، یک امت. الله میگه برو ای محمد، همون کسی که یک مرتبه گفته لا اله الا الله محمد رسول الله، او را از جهنم بیرون کن، وارد بهشت. در بهشت رسول الله آرام ندارن از غم من و تو. بیایم امت با وفا بشیم، بیایم امتی بشیم که کام و زبان ما معطر به درود باشه، امتی باشیم سنت رسول الله در زندگی خود، سنت اخلاق رسول الله در زندگی خود، اعمال رسول الله در زندگی خود، اینها رو زنده کنیم. تمام دنیا باشه از ما ناراحت بشه، الله و رسول از ما راضی باشه. تمام دنیا بیای از ما رو بگردانه، الله و رسول از ما باشه. الله و رسول از ما بود، تمام دنیا از ما هست. اگر الله و رسول از ما ناراحت شد که تمام دنیا از ما باشه، عزیزان من ارزش نداره. پروردگارا برای حجاج عزیز ما حج مقبول و مبرور عنایت بفرما. پروردگارا مشکلات این جمع و مشکلات کل امت اسلامی آسان بگردان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك برحمتك يا